بله، این روستای رزونه که سابقه تاریخی زیادی داره. قبلا او زیر مزار بود که امروز بهش میگن امامزاده حاتم، جای قبرستونا. قبلا اونجا بود، بهش الان میگن قلعه کونه. خراب رفته اونجا دیگه. بعد ازبکا که حمله میکنن، مردم میان توی گودی. اینجا به سطح دو تپه دیگه رودخانه هم بوده، چشمه و این هم زیاد داشت. الان خوش شده. میان اینجا خندق میکنن دور قلعه که ازبکا به حساب اینا رو لطفال نکنن. بعد ازبکا هم ناراحت میرن، میگن این مردم را بار میکنیم شما بریم هرات. اون موقع ازبکا هرات فکر میکنم دستش بوده. خلاصه که یه قلعه را مردم شمیان میگیرن بار میکنن و برن هرات. راست و دروغ میگن یک کوچه، یک محله به نام رزونیا تو هرات هست. حالا به گردن خودشون. خلاصه که اینجا هم یک شخص را میارن به نام محمد دیو که از اهالی هرات و همون منطقه بلخ و طرفا بوده که بسیار پدر بزرگ مایه. بچه اویم شخصی بوده به نام مدلبارس که مدلبارس هم دیگه یواش یواش این کارگرایی که میان توی قلعه کار کنن رو همینجا ساکن میکنه و قلعه اینجوری بزرگ میشه. بله، اینجا هیچ کس از رزون واقعی نیست غیر از همون خاندان محمد دیو که اولین نفرها بودن. دو سه تا خانواده موندن، شمشیریه و صادقیه و خاقانا که کار دهن. اینجوری